این هفته خبر تو خبر داره براتون از سر گاو ولایت تو خمره اتمی و مذاکراتشون توی قطر که قرار بود حلال مشکلات باشه اما خودشون گفتن تله بوده. بنده به مناسبتی هم عرض کردم که مسئله قطر یه تله آمریکایی هست، یه حکومت وابسته امریکایی در حاشیه خلیج فارس به عنوان یه دلال مجانی اومد وسط، به عنوان میانجیگری محل مذاکرات رو از وین منتقل کردن به قطر. با این وسیله مثلا یه کاری کنن که ما از مذاکرات عقب نشینی کنیم. این هم یه چشمه از انگلیسی بلغور کردن وزیر خارجه آخوند رئیسی که نشون میده چه تو وین باشه چه توی قطر در هر حال بالمعطله. You know, Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh. But we have different idea about situation in the region. We believe after King Abdullah became relation between Tehran and Riyadh not good. Tehran-Riyadh relation became more about Tehran-Saudi Arabia relation. We optimistic. با گذشت 1 سال از دولت آخوند رئیسی صدای امام جمعه های خامنه‌ای هم بلند شده و اینطوری سرش نق میزنن. دولت میگه چند سال وقت داره؟ دولت قول داده 4 میلیون مسکن بسازه، 1 سالش تمام شد، سال آخرم که باید بریم انتخابات. 2 سال که بیشتر وقت مفید نداره. این فسفس کردن به کجا میرسه کار؟ تنبلی به کجا میرسه؟ شهردار پاسدار تهران هم اومد گفت بابا مسکن کجا بود؟ هر نفر باید 66 سال کار کنه تا بتونه یه خونه بخره. اگر کسی بخواد بخشی از حقوق خودش رو بگذاره بعد از 66 سال میتونه یک خونه محدود بخره. لذا ما به سرعت وارد بررسی موضوع شدیم، قرارگاهی رو تحت عنوان قرارگاه مسکن احداث کردیم. قرارگاه مسکنی که این دزدا درستش کنن احتمالاً محصولش این میشه. یه ساختمون توجه ما رو جلب کرد. فکر کنم قطرش 2 متره. این مغازه هم میبینید فکر کنم فقط در است، یکی میره توش همینجور وای میسته بیرون نگاه میکنه. یادتونه پاسدار سبزعلی رضایی وقتی کاندید ریاست جمهوری آخوندا بود توی نمایش مناظرات چه قمپوزی در میکرد؟ ما امروز در سخت‌ترین دوران زندگی خود بعد از انقلاب هستن. حتی در زمان جنگ ما این سختی ها رو واقعا نداشتیم. گرانی، بیکاری، تبعیض، فساد، نوسانات دائم. اصلا مردم نمیدونن فردا چه خبره، یعنی فردا نمیدونن در حقیقت چه خبر هست. اما آیا تورم رو میشه کاهش داد؟ بله میشه. حالا که شده مشاور اقتصادی رئیسی دیگه این قمپوزها رو یادش رفته و همه چیز رو انداخته گردن مردم. مشارکت مردم در اقتصاد نمیشه کارهای بزرگ انجام داد. ما جنگ رو که وظیفه دولت‌ها بوده با مردم انجام دادیم. حالا اقتصاد رو نمیشه بدون مردم که اصلا اساسش مردمی دولت بخواد به تنهایی اقتصاد رو حل. حالا تو این وضعیت بشنوید از آخوند رئیسی که میگه زیاد نگران نباشید، همه فشارها مال امسال نیست، بقیه‌اش رو گذاشتیم برای سال بعد. مجلس صحبت کردیم برخی از این موارد رو بتونیم امسال با توجه به اصلاح اقتصادی که انجام دادیم امسال این کار انجام نشه، این کار رو ما بتونیم به تأخیر بندازیم که چند علت تورمی در 1 سال اتفاق نیفته. میشه اینو سالهای بعد اقدام کرد که این پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه 2 فوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش ها رو ما بگذاریم برای سال بعد، الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم ان شاءالله با کمک خود مردم
عبور. بله، سهم مردم ایران توزیع فشاره، اما به مزدوران لبنانیشون که میرسه براشون برق ارسال میکنن. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تولید 1000 مگاوات برق در شمال لبنان و 1000 مگاوات در جنوب این کشور 3/4 نیاز لبنان رو تأمین میکنه. یه وقت فکر نکنید این سیاست‌های اقتصادی فقط محصول مغز رئیسی ها. نه، آخوند رئیسی کلی اقتصاددان به خط کرده. بسیاری از اقتصاددان ها رو بنده میتونم به خط بکنم برای رفع مشکلات کشور و این کار خواهم کرد. علیکم السلام. سلام علیکم. حاضری تو ایران زندگی کنی؟ عظما دنبال یه دولت و مجلس یه دست بود، اما حالا ببینید تو استبل ولایت چه خبره. همکاران گرامی، کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست، منتها ما در کمیسیون کشاورزی حاضر شدیم این تحقیق و تفحص به نام تحقیق و تفحص کلی است و به نام یک استان. اگر انتقال آب بد است، به یزد هم بد است. اگر انتقال آب اشتباه است، به بن و بلوجن هم اشتباه است. اگر انتقال آب اشتباه است، از شمال و آقای نقدری ببخشید یه لحظه نه اجازه بدید. آقای نقدری یه لحظه این نمیشه آقای کمیسیون کشاورزی. البته این سگ دوا فقط خاص مجلس نیست، اینا تو همه جا در حال پاچه‌گیری از همدیگه. خب باشه اعلام رأی بکنن. آقای پولادی ما در خدمت. اعلام رأی کردید؟ نه دیگه، خب شما نکردید، ما کردیم. می‌خوایم زمان برسیم به آخه این که نشد که شما هر وقت دلت بخواد حرف میزنی، توهین میکنی به همه، بعدم میگی شما رئیس مجموعه که بچه بازی. یعنی شما بچه اید؟ یعنی من اینجوری صحبت میکنم؟ واقعا منم متاسفم. خلاصه این که موتور عظما افتاده تو سرپاینی و همینطوری میره تا کله پا شدن. مشنگستان این هفته رو با خزعبلات آخوند پهنیان شروع میکنیم که برای امام گور گوریش یه خالیبندی جدید جور کرده. ما همون خون شاهنامه فردوسی تو وجودمون جاری هست. الان بچه‌های ما اگر رو شاهنامه خوب کار بکنن، کاراکتر امام، شخصیت امام رو ببینن، میبینن همونه. او رستم دستان ماست در جلوه‌های دیگری. همینطوری که دارید به مقایسه بین خمینی و رستم میخندید، توجه شما رو به این اظهار نظر خمینی ملعون جلب میکنیم که با اون همه ادعا هنوز نمیدونسته که زمین سیاره است و نه ستاره. مدیر این عالم طبیعت، یعنی در این من نجمه کوچک، در این زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است. از اونجایی که سوتی‌های آخوند رئیسی تمومی نداره، شیوه‌های خندیدن به ریش رئیس جمهور خامنه‌ای هم تمومی نداره. یه نمونهش رو با هم ببینیم. من میگم شما تکرار کن. 36 شهرستان استان فارس. 36 شهرستان استان فارس. نه ببین، 36 شهرستان استان فارس. 36 شهرستان استان فارس. نه بذار اصلا اینجوری که بگیم. استان فارس 36 شهرستان داره. استان فارس 36 شهرستانه. تشییع جنازه تو نظام ولایت کم بود، حالا یه تشییع جنازه ژاپنی هم بهش اضافه شد. بینندگان محترم، تصاویری که مشاهده می‌کنید به صورت زنده از مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا
مادر ژاپنی شهید بابایی است. مراسم تشییع پیکر مرحوم صبا بابایی مادر ژاپنی شهید محمد بابایی همکنون از مقابل مسجد انصارالحسین خیابان پیروزی تهران در حال برگزاری است. تشییع جنازه که این باشه احتمالاً نوحش رو هم این باید بخونه. از ژاپن بریم به ونزوئلا و ببینیم پولای عظما با چاوز چی کار کرده. آقای چاوز این اواخر به شدت مذهبی شده بود و حتی توی کاخ خودش یک کلیسای کوچیکی درست کرده بود و دعا و نیایش و اینها میکرد. و جالب اینه که خدمتتون بگم به امام مهدی هم اعتقاد پیدا کرده بود. یکی از جلسات مختلف نام امام مهدی رو میبرد. توی تیوی ریش اومدن یه برنامه شاد و خانوادگی درست کنن، اما نتیجهش این شد. آقا سلام علیکم. آقای کیخای کوچیک خوبی عزیزم؟ ماشاءالله. در خدمتی، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. آقای کیخا بفرمایید. من میکروفون. به تو هم میکروفون میدیم. ببخشید این آقا پسر گلتون. الان نگاه کن. ببین منو. چه حیرونی. به بابات نگاه کن الان. من میکروفون. خب حالا همینجوری صداتو میشنویم. بفرمایید آقای کیخا. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما. میکروفون تا من میخوام استفاده کنم. بسیار خوشحالم که افتخار اینو دارم یک بار دیگه در خدمت شما و مردم خوب استانمون و شهر شیراز باشم. قربون شما. بیا آقا من یه میکروفون بدم به این آقا پسرتون. شما میکروفون رو دست نزنید. الهی من فدای شما. بینجا پیش خودم. یه دقیقه پیش خودم بشین. بیا مهدی تو هم میکروفون بیا بده بهش. بیا بده میکروفون بهش. آقای کیخا خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. ببخشید. از لطف و محبتتون. آقا این میکروفون هم بدیم آقا پسرشون. خیلی ممنون. اینم میکروفون برای شما. خوبه؟ سلام رو ماهت. سلام کرد به همه بیننده ها. این روشنه. الان روشنه. میذاری مامانت هم صحبت کنن الان؟ نه؟ در پایان توجه شما رو به یک ارکستر تک نفره، اونم بدون وجود هیچ سازی جلب میکنیم.